لالا ناصر گفت که شما بایسکل ساز بودید. بله بله از پدر ما بایسکل ساز هستم. همین بایسکل های سابق چینایی بود نه؟ چینایی بود، انبر انگلیسی بود، سه تفنگ بود، خود انبر بود. بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. شرق است. اسحاق زایی در خدمت شماست. امروز خوشبختانه در مزار شریف آب و هوا تغییر کرد، از 46 درجه پایین آمد به 40 درجه و 39 درجه، 41 درجه و تا 38 درجه و فردا بخیر 37 درجه میشه. گرمی بسیار سخت را پشت سر گذاشتیم. واقعا دیگه اگر این گرمی در کشورهای اروپایی میشد شاید به هزارها نفر میمرد، به خاطر که در 40 درجه حدودا در فرانسه بیش از 1500 نفر فوت کرده بودند. خب اگر 46 درجه میشد شما چیکار میکردین؟ به هر صورت پیش یک از وطندارای عزیز ما در چهارراه محیب آمدیم، ناصر پلو از ما تقاضا کرده بودند و ما به تقاضای ایشان لبیک گفتیم. یک جای غریبانه مطابق با اقتصاد جیب شما، البته شمایی که در یک تیپ هستین و ما گاهی خود جامعه را به چند تیپ گسترده تقسیم میکنیم: تیپ بالا، تیپ وسط و تیپ پایین طبقه. به هر صورت میریم داخل، قصار از داخل شروع میکنیم چون بیرون شمال است و طوفان است، برای ما مساومت نکنه. میریم بخیر. بله وطندارای عزیز، پیش یکی از اجزای ما هستیم که قرار است بخیر تا چند لحظات سری دیگه باز بکنه و شروع میشه. بخیر تقریبا ساعت 11:30 بجه شده. السلام علیکم. السلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیراتی است؟ بخیر هستین؟ الحمدلله. چطور است همراه گرمی مزار شریف؟ الحمدلله شکر از گزارش. امروز هوا اون تو تغییر کرده. الحمدلله یک کمک هوا خوبتر شده دیروز و پیروز. بله دیروز و پریروز دیگه 46 درجه و 47 درجه شما خودتان هم شاهد بودین. نام شما؟ نام محمد ناصر. محمد ناصر. بله. ناصر پلو. بله. نام خودتان است؟ نام خود محمد ناصر، با نام رستوران کرد ناصر پلو. یگان تا بازنام بچی شما میمونه، یگان تا نام نواسی شما میمونه. بله. از خود پرسان کردم که ناصر خودتان است؟ بله بله اون ناصر خودم هستم، ناصر پلو خودم هستم. ناصر جان یا لالا ناصر، چند سال میشه که آشپزی میکنید؟ تقریبا بیشتر 15 سال میشه الحمدلله. 15 سال؟ بله الحمدلله. مزار شریف؟ بله الحمدلله. رستوران داشت؟ بله رستوران فعلا تقریبا در چهارراه محیب فعلا که چهارراه آجایوب است 10 سال است که رستوران خودم دارم. خب بله از اون پیش در اوسون سرک بودم. شاگرد بودی وقت؟ نه خیر نه آشپز بودم. وقت هم آشپز بود؟ بله واسه مستقل کرد؟ بله در اینجا 10 سال میشه هستیم. بله و در اینجا فکر می‌کنم از اون طرف سرک این طرف سرک آمدیم. بله از طرف سرک در این طرف سرک آمدیم. دوستایی که پیش ناصر پلو میگردن در چهارراه محیب اون طرف سرک نیست، مقصد این طرف سرک نیست که همین چک پوینت هست. بله. چند بجه معمولا شما سر دیگه باز میکنید؟ تقریبا ساعت 11:30 سر دیگه باز میکنیم. تا چند بجه را؟ 1:30 تا نهایتاً تا 2 بجه است. تنها از طرف چاش هستش. بله. در پالوی قابلی دیگه چی داره؟ قابلی داریم، داشی داریم، کباب دیگه فعلا رستوران تک تازه جور کردیم. دیگه 4 روز میشه اینجا آمدیم تا حالا فعلا کباب شروع نکردیم. شروع داریم. اونجا داشتیم اونجا. بله اونجا کباب داشتیم. سوالا خیلی زیاد است لالا ناصر. شما دوستان ما در صبح نان میخورم منتظر هستن شاید یک شام مسلمه باری گوشت نباشه قار نشود از این سر دیگه زود باز بکنین بخیر بر از اونو بکشین. بسم الله الرحمن الرحیم. روزانه چند سیر برنج بار میکنین؟ روزانه تقریبا 3 سیر 3.5 سیر همه دیگه فعلا بار میکنیم. بسم الله الرحمن اوه ایده بچین بکنم. وطندارای عزیز دور از دلتان احساس نکنید که پلو ساده است اما در زیر از این زیاد چیزا است لالا ناصر؟ بله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. اما ما شما مساریانی قابلی را که بدون کشمش، بدون ذره، بدون گوشت دیگه نمیخوریم. نه بله.
کسایی که میل هستن ما را میبینن و گشنه هم هستین، دور از وطن هم هستین و قابلی مزارجان باشن. دیگه چی بگیم براتون؟ دور از دلتان فقط نمیخوام بگیم براتون. ما و لالا ناصر زیاد قصه داریم، چه خوب از قبل از اینکه قصه شروع شود یک کشمشار هم بکشین لالا ناصر که باز ما یک قطعه عکس هم میگیریم که ولی نگاه که بدون کشمش هست. کشمش رو زردک هم بکشین نخیر باز دوباره نمیتونه کوجور بکنین اسمشون. ما دوستای عزیز امشب یا امچاشت ببخشید امچاشت دیگه اینجا هستیم و به خاطر پلو لالا ناصر ما نان صبح هم نخوردیم و شما میفهمید من چه رقم اشتیا دارم. این دوستای عزیز دور از دلتان به 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 دوستای عزیز همراه پدر بزرگوار لالا ناصر هستیم، یک چند از بایشان هم صحبت میکنیم. کاکا جان سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیریتی است؟ شب و روز بخیر میگذره؟ زنده باشین شما. چه سلامت زنده باشین. نام شما؟ نام من محمد کریم است. کاکا محمد کریم چطور بود گرمی مزار؟ گرمی مزار دیگه بسیار یک چند روز آب و هوای گرم بود. امروز با پا و قدم شما یک هوای بسیار سرد نرمال بسیار خوب روز است. ان شاء الله. در زمانهای سابق شما معمولا مثلا سابق شده مزار زندگی کردید؟ بله بله. در اون سابق هم تو مزار گرم میشد یا که ولی بلند منزل ها ساخته شده و بیلدینگ ها ساخته شده هوا گرم شده چطور بود؟ در سابقه وقت زمانی بود گرم میشد. همین گرم میشد حتی خرمندای مردم خود به خود در میگیرد. علاقهای خشک در میگیرد. مگر هم حالی هم خوب پخته از گرمی ها زیاف شده. اون تا ماه اسد یک ذره گرمترین فصل است دیگه دمیشه. در وقتها باز مزار شهر خوب بود، هر جویش آب داشت. بله آب داشت، خامه بود. بازم نسبت آن گذران میشد. حال مشکل مردم نمیشه تا کولر نباشه، برق نباشه. نه مزار بدون کولر خودش چاره نداره. برق ها مثلا تعلیم شما چقدر ضعیف شده؟ بله اون برق ها ضعیف، مصرف زیاد، تعداد زیاد شده. نفوس زیاد شده. نفوس بسیار زیاد شده. مزار چند 20 سال پیش اگر ما شما مقایسه بکنیم مثلا منطقه نوابت اصلا کس نمیشش. نه خود این منطقه اکشار شده. بله بله شارع عجایب کسی نبود. فهمیدین؟ بله نفوس زیاد شده ماشاءالله. لالا ناصر گفت که شما بایسکل ساز بودید. بله بله از پدر ما بایسکل ساز هستم. همین بایسکلای سابق چینایی بود نه؟ چینایی بود، انبر انگلیسی بود، سه تفنگ بود، خود انبر بود. چینایی آمد، باز بایسکلای روسی آمد. اما پدر کسی ما بایسکل ساز. دیگه شما بایسکلای سابق خوب میشناسید. بله بله. این ژاپنی و چینایی خیلی تازه برآمده. بله در وقت نبود نه؟ نبود نه، بایسکلای سه تفنگ بود. بایسکلای قسم سه روسی بود، سه چوکاته بود، بسیار لطف. چند سال کار بایسکل سازی رو کردین؟ بایسکل سازی تقریبا من 40 سال بایسکل سازی کردم. 40 سال؟ بله ولی چند سال میشه که از بایسکل سازی دیست کشیدین؟ تقریبا 10 سال میشه کار نمیکنه بایسکل. حالا شکر بچه‌ها جوان شده کار میکنه. حاجت من شما مسئولیت پدر بودن انجام دادین. بله بله. مسئولیت فرزندی است اینا ما کارشان. بله حالا کلش دا بچه‌ها سپارده. چند ساله هستین؟ سن ما 57 است. 57 بله ما 57 سال. مثلا لالا ناصر پسند که مکتوب پدر کسبی است، نه پدر کسبی نیست، بابا کسبی است. بابیشان بابی ما عبدالقیوم آشپز بود. خیلی تگله بود آشپزی ماشاءالله دیگه. با خدا بیامرز پدر من میره گفت برو بچه مامونا کسم پدر ما در تو میتونم که آشپز شوی. باز حاجی ناصر هم دیگه برادر پیش حاجی جمال رفت
4-5 سال اونجا کار کرد. خدا را شکر این همه قسمت. پدر بزرگوار شما در کدام قسمت مزار شریف رستوران داشت؟ بخاطر که همین اعضایی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن حدود 40 سال پیش میذاشت 50 سال پیش رفت شاید اونا پیش بله زیادتر بود. بله اون سابقه که اونا آشپز بود قدر یاد من نمیاد. ما بسیار خرد بودم. همین منطقه مزار براتون معلوم نمیاد که در کدام قسمت رستوران داشت؟ نه او معلوم نیست. بله شما وقتی خرد بودم. بله شاید که تولد من نشده باشه. پدر ما 1.5 ساله 2 ساله پدر ماندگی است. صغیر بود. بله. چند فرزند داره؟ فرزند خدا را شکر 6 تا بچه است. 6 تا؟ بله. یکیش آشپزی میکنه الان ناصر؟ یکیش آشپزی میکنه. یکی دیگهش هم در لنگرخانه جای ماست. اونجا هم رستوران داریم. اونم ماشاءالله همین کباب و بامیه و لوبیا و همین چیزا پخته میکنه. فامیل یکی دیگهش پیش خلیفه نجیب گردکساد است. کار مستریگری را میکنه. همین منطقه است؟ بله چهارراه عجایب. بله اینجا هستم. خوش شدم که با شما چند لحظه صحبت کردیم. با همین بزرگوار دوست دارم. دوست دارم که خاطرم تمیز صبح از همین صبح تا چاشت قصه بکنید. بسیار خوش آمدین شما. بخیر باشین. قدمایتان رو میبخشید. سلامت. زنده باشین کاکا جان. بخیر باشید. بخیر باشید. دوستان عزیز ما دیگه گشنه شدیم لالا ناصر به خاطر مقابل خودت ما صحبتی نان نخورد ولی دوستان میفهمم ما همیشه در هر برنامه دوستان یعنی ارواح میلی من بسیار گشنه است ولی وقتی قابلی رو دید همین دو دان بگیرید دادان سیون دیگه میگه مسیر بفرمایید اینی قاب دوستان عزیز جای شما خالی با نمایندگی شما دیگه نگذاره شمشکور و زلکور هستیم همین یک شفمان تو بس است باقی جان بگو یک کم انداختی والا زیاد میشن ای باشه تو جورش میکنم این دوره برای کسی دیگه نگاه کن میتونه کسی دیگه بیاره این وطنداره عزیز خب با تو 4 طرف شیشی بکن یک تصویر زن ما میگیریم واه بخیر باشه خوش آمدی بیادر
عزیز دور از دلتان دیگه قابلی مسار جان آمده است و ما در ابتدای برنامه گفتم که اینا رو نخوردیم و میهمان ویژه ما باقی جان است. باقی جان هم از دوست است و هم همسایه است. هر وقت اگر به جور کردن آنتن تلویزیونتان ضرورت داشتین یا ماوره مرا زنگ بزنیم باقی جان براتون آماده میکنیم. نام خدا بسیار تکل است، بسیار تجربه داره دیگه. ابتداش قطع ماست. باقی خوب است؟ سلام خیریت است؟ بخیر است؟ شکر سلامت. سلامت زنده باشه دیگه. پیش لالا نصر قبلا میومدی؟ یگان کم کم میام بودم پیش. میومدی؟ بله. ولی میخوری قابلی رسید تو با مزه میخوری یا کباب و دیگه چیز داره؟ والله من قابلی مزار جان را بسیار خوش داره. میچسبه؟ بله بله. شروع بخیر دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. مگه هم از قاره خیلی خوب پیش معلوم میشه. بله نه انشالله که ناصر جان که است دستش درد نکنه، خیلی بلای مزه‌دار پخته میکنه. این دیگه توکل الله. بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا چی کشمش چی زرده؟ اینی رو بر خودت انداختم مقصد خان. تشکر خیلی زنده باشه. اون کامرامین هم نان نخورده بیچاره دلش خدا خبر است. بله. بشیر جان بیا خیلی گمش کن بیا. نام خدا یک رقم مزه‌دار است که دیگه اگر گپ زده بریم خلاص میشه باز بر کامرامین چیزی نمیمونه. بیا بشیر جان بیا. از لالا نصر یک تشکری ویژه میکنم که در همه جا در خدمت هموطنان عزیز ما قرار دارم. جایی که میبینید از ما با شما صحبت میکنم کسایی که ریکشا دارن، ریکسوار، زرنج، گلکار، مردکار، همه از اینجا نان خود میگیرن، نوشیجان میکنن و بعد دوباره کار خود شروع. یعنی از 50 افغانی تا 200 افغانی ما قبول تهیه کردن میکنیم و اگر زیاد هم بخواهیم خیلی دارم دیگه ازم تشکری میکنیم و اگر شما هم دوست داشتیم که قابل میشه که ما جان کنیم شارای محیط این دیگه حالا من اینجا خیلی نزدیکی بلاک هستن. اول او طرف سرک بود مارکی طرف سرک میشه چک پوینت اینجا در خدمت شما صاحب اگر بعدی که سافر همه شما با فرمان یک تا بیان کنید خداوند